نینزه ها، بیشرف ها. ای بچه همی کاری خود مکم بود که با ما سنا محافظت میکنیم. بابای خودی چی کار میکنه؟ سلاح نداره، پوری محافظ داره که. با جایه با دقت باشیم که باز که کانون ما رو اینجا نبیند. باز نگویی که نگفتی. از کجا میبیند؟ از همون میبیند، از سپوتنیک میبینه. بیزار شدیم همین زندگی. چی گپه؟ اینها نینجا نیستن مگر؟ یه بچه نینجا در یاپونیا میشه، در اینجا چی کار میکنه؟ شاید از خیتوی آمدند. میدونی یا چی هم؟ اینا رو بینده مسکه دارن ای خیتوی گریختگی ای ویروس. من هم همین را گفته ایستادم. مال خیتوی چه خیلی که خواهد میشود. کو بینیم؟ این کرونا ویروس ها چی میخواسته باشن؟ سازمی او کجا؟ اینجا بچه گم کردی تا؟ در تریتوری ما چی میکوی؟ شاکر شد سوال پرسید، کنی جواب بیده. یهو کمال سیادر کجاست؟ شما کیم گفتم؟ آشنا این پرسید. دهونش بسته است که برای همین نشنیدی. سمی بکش بروک تا مسئله شما بینیم. سمی چی کار کردی؟ داشته نتوانستم. این ستیل پند ایستادن کو؟ سمی هوی خوردم. گرفتم. زودتر باش، هوی خوردم. یک باشان ما این محل رو به شما نمیدیم. بزنید اونها رو. نینزه حقیقی من هستم. نیزه ما هم اومد. نینزه حقیقی منم. نزدیکت. آنا جنگاور هم آمد. جزای همه تان را میدیم. حضور به همه تان نشان میدیم. نجات دهنده جنگاور نجات دهنده سخت بگیرست که ویروس خپاک میمری. آخر ما چی گناه کرده باشیم؟ شوکت اینجا چی گفت؟ مراد یادم ما که میکشم. در محله ما نینزا پیدا شده. شما کی هستید ها؟ داملا با داملاهای احترامی زیاد داره، ولی این دو ابله رو به ما دهید. این حاضی دهنو بلیسه میشکنم میمون. اگر توانید آماده گیرید. میخورمتان. بازای هرمن آرامم. شما با این نینزه ها چیکار دارید؟ ما یگان گناه نکردیم. خودشون نینزه کردن. کمال سیاره گفتیستم. آه کمال، یک بار سرت را در بلا گرفتار نکنی نمیشود. اینش از آنش بدتر است. خیر بچه ها با دقت باشید. مالش کمیسر.
کیلسی بدرو خشرو شده. استاد نینزاها محله را احاطه کردند. تو را گفتم چه خیلی نینزا اخیر انا آمدن. کمال سیاه اکنون کاری تو تمام شد. زنده نمیخواهم. کارش را تمام کنید. در سرش زن تو که نخیزد بزن. کمال بزن. در سرش بزن تو که نخیزد بزن. کمال آخران مشت را من میزنم. اوز کیرای چی گپ شد؟ این اپای دیوانه اونای کو آنها میخیل. من باز برمیگردم. منتظر شو. گریختند. جمع کنید همشه بردارینشون. خوب هستی کمال؟ خوب هستم. ما پلیسو برای چیم؟ میبرین 02 زنگ بزنی. کمیسر زبید آخر کمیسر مراد با ما هست کو؟ حضرت برای چی در کوچه ها با لباس دومولوگی میگردی؟ برادر پشت این ویروس ها شده پرسیدن نتونستم زهرا را یافتی بعد؟ نه به مکانی که زهرا جراحی شده بود رفتم. دکتری که او را جراحی کرده است مرده است. حجت ها هم نیست کرده شدند. واه نه با چی کار میکنیم؟ نمیدونم برادرم. نقشت به کار نامد. نقشه من 100% ویرونش نکن. آج پروست با زهرا روبرو نشده. دیابلا. کنی میبینیم چی کار میکنی کمیسر مراد. زینب تو اینجا چی کار میکنی؟ او مراد نیست؟ برادر زهرا یافتیم کو؟ این چی علاقه دارد شوکت؟ ای بچه اگر زهرا دختر نقابدار باشه باید خشرو بجنگه. انیق همین دختر نقابداره. اگر دختر نقابدار باشه انیق همین زهرا های. دیدی؟ سالای جلک تو را چخه بسیار نگاه کن. انیق همین زهرا های. جورا رفتیم پیش بدرو. زهرا یافتیم. امان است. گپا کم کو پیش بدرو. مراد العین باز چی حیله داری تو؟ با جیلک و سلای دومولوگی میگردی. باز همراه رفیق کرده کلاس میگردی. انیق چی حیله داری تو بدبخت؟ مراد چرا اون دختر رو تعقیب میکند؟ زینب و عالم چرا از پس اونها تعقیب میکنن؟ یا خدایا. یعنی زهرا دارم اینجا زندگی میکرده است. سلام علیکم. خوب هستید؟ خوبم. همش خوب هست. این کی باشه؟ خوبم. تو چه خیلی؟ نمیدونم. بچه جان آمده. بچه جانی من تو رو بسیار یاد کردم زاکی جان. ای بچه این زهرا شو کرده با گودکدار شده بوده کو؟ زهرا این را چه خیلی به من روا دیدی؟ برادر این دختر چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ زنده بودنی تو رو نمیدوند. اگر داند هم روی تو رو نمیشناسد. با فکر من زهرا را فراموش کن. سفزته نگو. من این خیلی نفهمیده گفتم آخر.
از کجا میدونی که زهرا است؟ بین هم تو مرا با اینجا بیهوده آوردی. مایلش برادر گپی تو با فکر من زینب عالم یگان شبیه زندگی تا بردن گیر. زهرا دیگه نیست. مایل این دخترم زهرا نبود. ممکن شکر بردنش مرغاب دیگه نمیبینیش. بیهوده گویی نکن. زهرایم به من هرگز خیانت نمیکند. تو خیانت کردی کو؟ نکردم. کی کردم؟ کالتاکیل از گویا زینب عاشق نیستی؟ نه نیستم. عاشقی؟ نه نیستم. عاشقی گفتم. عاشقی گفتم. نه نیستم. خیر نیستی عاشقشون شو آخی. چه دیگه میفورد؟ یا زینب عالمه یک شبیه بگرد آخی. یه 100 دانه باشه ایا نادون بپرس. زینب عالم بیچاره را با امید کرده ادم دویده گشتن. آنها از پس من نیستن. ای پس با خدا ای پس گشته هستن. هیچ کس از پس من نیست شوکت. خب که شما از پس من میگردید ها؟ تو با این لباسی دومولوگی از پسی دخترها رفته شهر نمیداری ها؟ حیف بر تو ابله. مگر تو با این لباسی دومولوگی احترام نداری به تربیه؟ یک لحظه خانم زینب، من مراد رو گوش کردن میخوام. شاید جنابی مراد یگان جوابی خوبی میدهد. من جواب میتونم. اینجا یک نفهمی خورده که کشیدگی حلش میکنیم. ینگه جانم. ینگه جان؟ باز چی خیلی ینگه ها؟ من ینگه گفتم؟ وای این خیلی گفته مرده که امی میگن که خیلی گب دستر چی میره و از این پادم ویروس آمدگه کرونا ویروس. من مراد گفتم که خانه ویروس نداشته باشه یا دیزینفکسش کن. حاضر همینجا یک دختر گفته استیم که برای خانه میره توزه کنه برای ویروس نگذره شه. ها بله. کوری خونه؟ برن قالیناشو بشوان پرداشو شوان اوتی کنن. جناب مراد یک چیز بگویم. چرا به من نگفتید؟ من خوراک میپختم، لباس شما رو در مول میکردم. بخشیشو تو از کجا میتونی خوراک پزی درس مول کردن و لباس شوی رو ها؟ تو رو مانیکیور کن پدیکیور کن. شب میکنی ها؟ تو رو هم میبینیم. کو بینیم کدومی زوره؟ میکنم. پس کارهای خانه جناب مراد رو هر جامون تقسیم میکنیم. میشود؟ خوب. یک دقیقه در خانه من چیکار میکنید؟ با تو چی شد؟ چرا بینی ما میدروی ها؟ خونت رو نمیخوریم پروا نکن. من میخوام با این خانم کمی کارهای خانه رو نشان دیم آخر. او هم زن است باید تواند. ولی به یک داور احتیاج داریم. شما من داوری نمیتونم رحمت کردم. این خیلی باشد جناب مراد. چی؟ داور؟ ولی من اصلا قبول نمیکنم